بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. درس 52 توحید در استعاذه. در عبادات زبانی یکی از بخش‌های توحید در استعاذه هست. و استعاذه، بسم الله الرحمن الرحیم، استعاذه در لغت به معنای لجوء و پناه بردن است و در اصطلاح هی اللجوء الی الله عز وجل، یعنی پناه بردن به الله سبحانه و تعالی است و الاعتصام به من شر کل ذی شر، و پناه بردن از به الله سبحانه و تعالی از شر هر شر دهنده یا شر رسان. پس انسان مؤمن از هر چیزی به الله سبحانه و تعالی پناه میبره. و حتی مهم نیست که مثلا انسان از شر، بلکه از هر چیزی که انسان خوف میکنه میتونه که از او به الله سبحانه و تعالی پناه ببره. و دلیلش از قرآن عظیم الشانی است که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه که قل اعوذ برب الفلق. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم اعوذ برب الفلق، یعنی من که پیغمبر هستم و من که رسول الله هستم، خودم پناه میبرم به رب الفلق، یعنی به پروردگار صبح، یعنی او ذاتی که مثلا تاریکی را به روشنایی تبدیل میکنه. و همین قسم قل اعوذ برب الناس بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم که من پناه میبرم به رب الناس، یعنی به پروردگار انسان ها. در عصر جاهلیت مردم تقریبا به چیزهای زیاد پناه می بردن. یک تعداد مردم ها بودن مثلا به بتها پناه می بردن، یک تعداد مردم به قبرها پناه می بردن، یک تعداد مردم مثلا به آفتاب و مهتاب و ستاره ها پناه می بردن، یک تعداد مردم حتی مثلا به سنگ و چوب و این چیزها رو در گردنان خود آویزان میکردن، به صدف پناه میبردن. این کل چیزایی بود در عصر جاهلیت مردم پناه میبردن وقتی برشان یک مشکل پیدا میشد، به خاطر دفع مشکل یا به خاطر اینکه سرشان بلا نبه. بعضیا به جنها پناه میبردن. الله سبحانه و تعالی در قرآن شریف در سوره جن میگه که وانه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. یک تعداد اشخاص انسان ها پناه به جنهات میبردن و فزادوهم رحق. باز میگه وقتی که به اینا پناه می بردن فزادوهم رحقا، انوس جنها سر از اینا چی میشدن؟ امو جرأت جنها زیاد میشد. میدیدن که انسانی که الله را اشرف مخلوقات خلق کرده و ای باید موحد باشه به الله پناه بره، جنها میدن که یا به ما پناه بره یا به شاگردای جنها که است شاگردای شیطان ها مثل فالبینا، تاویزگرا، جادوگرا، به اینا پناه می بردن. پس این سبب گمراهی و شرک از اینا میشه. از این خاطر الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که قل بگو برشان که من که پیغمبر الله هستم، من فقط به الله پناه میبرم. انسان مؤمن موحد به الله پناه ببره در هر مشکل. خودشان به الله پناه ببرن و اگر کسی را پناه هم میده به الله پناه بده. و در احادیث ما و شما میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار احادیث از هر چیزی که شما سائل کنید که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه به الله پناه برده. به غیر از الله به هیچ کسی پیغمبرها پناه نمیبردن. نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اینا را که ببینین کلشان به الله سبحانه و تعالی پناه میبردن. مثلا در ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازش این قسم دعا میکرد، مثلا اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. این رسول الله صلی الله علیه و سلم از عذاب قبر به الله پناه میبرد. اللهم یا الله انی ما اعوذ بک، من به تو پناه میبرم، من عذاب القبر، از عذاب قبر. یعنی این دعا است که قبل سلام، پیش از بعد از ختم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از سلام این دعا را میخواند که اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال. و من به تو پناه میبرم از شر فتنه مسیح الدجال که در آخر زمان این دجال میبره، از شر زی الله به تو پناه میبرم.
و اعوذ بک من فتنه المحیا، یا الله ما به تو پناه میبرم از فتنه های زندگی و فتنه الممات و فتنه های مرگ. یعنی دو قسم فتنه است. بعضی فتنه ها در زندگی می باشه که یک نفر مبتلا میشه به یک فتنه. چی فتنه؟ مثلا بسیار امروز بسیار فتنه ها هست، احزاب بسیار زیاد از گروه های زیاد است. بسیاری کسا را سیل کنی که در فتنه های مختلف مبتلا است. یکی در شرک مبتلا است، یکی در کفر مبتلا است، یکی در ارتداد مبتلا است، یکی در شرک قبور مبتلا است، یکی در شرک قصور مبتلا است. یعنی هر کس ببینی به یک شکل از اشکال در یکی از فتنه ها مبتلا هست. بعضی در قوم پرستی و زبان پرستی در یا مبتلا هستند. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکرد و این برای ما و شما درس است و اعوذ بک من فتنه المحیا و فتنه الممات. و همین قسم از فتنه ای که در مرگ است. حتی در وقت نزدیک جان کندن انسان که بسیار علق انسان خشک میشه و تشنه میباشه، در می وقت هم شیطان میه و برای انسان مثلا اون وقت هم انسان در فتنه میپرته تا که از دایره ایمان انسان خارج بکنه. و همین قسم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یا الله ما به تو پناه میبرم از گناه و به تو پناه میبرم از قرض و دین. میگه فقال له قائل، میگه کسی به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر زیاد تو از قرض به الله پناه میبری؟ چرا زیاد از قرض مثلا به الله پناه میبریم؟ دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ان الرجل اذا غرم، میگه وقتی یک شخص قرضدار شد، حدث سخن میگه فکذب، باز دروغ میگه، و وعده میته فاخلف، باز در وعده خود خلاف میکنه. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از قرض به الله پناه میبرد که هم بسیار یک امتحان فتنه خطرناک است. انسان گپ میزنه وعده میته، نمیگه کسی که قرضدارش هستی، باز دروغ میگه که سبا قرض میتم، یک هفته بعد میتم یا 2 هفته بعد بهت میتم، وعده را خلاف میکنن. یعنی بسیاری کسا هستن که در این معاملات، یعنی دیگه مسائل خوب دیندار است، در نماز خوب نماز میخوانن، در روزه خوب روزه میگیره، اما در مال مردم و در قرض مردم بسیار بی‌تفاوتی میکنه و بسیار اما کسی که برش قرض داده او بسیار آزار میتن. دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم از قرض هم به الله پناه خواسته. همین قسم در حدیث امام بخاری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت تعوذ بالله من جهد البلاء، ای مردم شما از به الله پناه ببرین از چی؟ از مشقت سختی امتحانات و درک شقا و مثلا پیدا شدن سختی و بدبختی و سوء القضاء و از بدی قضا و شماتت الاعداء. از این کل چیزا شما به الله پناه ببرین. و در اقوال علمای سلف چی بوده؟ کعب احبار رحمه الله میگفت که اعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه، یعنی ما پناه میبرم به وجه الله سبحانه و تعالی، یعنی ما به ذات الله پناه میبرم. الذي ليس شيء اعظم منه، که هیچ چیز از الله کده، یعنی ما به روی الله پناه میبرم. اعوذ بوجه الله العظیم، به وجه الذي ليس شيء اعظم منه، که هیچ چیز از الله کده با عظمت‌تر نیست، از روی الله کده، از ذات الله کده. و به کلمات الله تامات، و همین قسم ما پناه میبرم به کلمات کامل الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، و به اسماء الحسنى، و ما پناه میبرم به نامهای الله. یعنی انسان میتونه که به ذات الله پناه ببره، به صفات الله پناه ببره، به نامهای الله پناه ببره، دیگه همه از اینا پناه ببرن. و قتاده رضی الله تعالی عنه میگفت که فی قوله من الجنة والناس، این میگفت که ان من الشیاطین، بعضی از شیطان ها که است، فنعوذ بالله من شیاطین الانس والجن، ما به الله پناه میبریم هم از شیطان های انسانی و هم از شیطان های جنی. یعنی هم کافرای انسانی هم خطرناک هستند، اینا هم شیطان ها هستند، وسوسه، تشویش، این چیزا را زیاد شیطان های چی پیدا میکنن؟ شیطان های انسانی پیدا میکنن. و همین قسم که شیطان های جنی وسوسه میکنن، اینا هم میکنن. بناهن به این هم انسان از شیطان های انسانی و جنی به الله پناه ببرن.